با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز براتون آموزش خالی کردن تایپت جک J5 یا سری جک که با این تایپت هستش و این نوع تایپت داخلش که یه سوراخ بزرگ بالا و یه سوراخ کوچیک کنارش هستش باهاتون همراه هستیم. زحمت میکشین یک دونه سیم مفتول به این قطر برای خودتون آماده میکنین و برای تخلیه کردن این سوپاپ که الان قفله باید این سیم مفتول رو از بالا وارد بکنین. انتهاش یه دونه سوپاپ داره که گهگداری قفل این سوپاپ هم باید یه مقدار بازی بکنین تا این ول کنه و این صدا براش ایجاد بشه. زمانی که این اتفاق افتاد با دوتا انگشتتون این سوپاپ رو میدین پایین و این عملا تخلیه میشه. گهگداری از توی تخلیه کردنه کامل تخلیه میشه و این الان کامل نیست. شما یه دونه سوپاپ مجدد داخلش خالی میکنین و این بالکل خالی میشه و این روون میشه. برای سرویس کردن از سوپاپ ها باید این کار انجام بشه. زمانی که سرسرم باز میکنین یا تعمیر میکنین باید این انجام بشه. زمانی که این کامل ول میکنه میاد بالا، پایین این قسمت هم یه مقدار جرم داره که این جرما رو باید بگیرین که این روون بازی بکنه. این جرما این بغل هم خالیش بکنین و این گوشه رو که با فشار کامل این سوپاپ پر بشه و بتونه کار خودش رو توی تنظیم کردن حالا تایپینگ سوپاپا و الباقی کاری که باید برای تنظیم موتور انجام بشه کامل انجام بشه. با تشکر.